سلام. نور خوبی در خونه هست و تصمیم گرفتم که ویدیو بگیرم. میخواستم ویدیوی انگلیسی رو شروع کنم از اونجایی که خب حالا حدود 100 و خورده این نفر توی کانال من هستند و تصمیم گرفتم یعنی میخواستم به دلایلی ویدیو انگلیسی ضبط کنم، ولی خب هنوز اسکریپت یا اون چیزی که میخواستم بگم رو کامل به انگلیسی آماده نکردم و خب به دلیل کار دانشگاه و مشغله‌هایی که داشتم فرصت نشد که ویدیو بگیرم و ضبط کنم. ولی امروز یک نور بهاری خوبی در شهر و خانه هست و خونه هم خالیه و کسی نیست و تصمیم گرفتم که ویدیو بگیرم و یک آپدیتی از وضعیت و دانشگاه و کارم بدم. خب این مدتی که من ویدیو نگرفتم کار دانشگاه رو داشتم، تونستم یه کار بیبی‌سیتری پیدا کنم با اینکه خب اولشه و منم تازه دارم با 3-4 ماه از اومدن من میگذره و تونستم تو این مدت این کار بیبی‌سیتری رو پیدا کنم و خیلی از دخترایی هم که اینجا ایرانی ها و کلا دخترایی که حالا اینترنشنال و ایتالیایی فرقی نمیکنه اینجا هستن کار بیبی‌سیتری رو انجام میدن و اصلا حالا چیز خیلی بدی نیست. حقوقش هم اتفاقا حقوقش خیلی بالا نیست ولی ساعتی خوبه. این کار بیبی‌سیتری رو یکی از بچه‌هایی که دخترایی که قبلا اینجا کار میکرد و بیبی‌سیتر بود من معرفی کرد و این نکته‌ای که میخوام بگم اگه که یعنی تو همین ویدیو که دارم باهاتون صحبت میکنم نکته هایی که مربوط به کار پیدا کردن تو میلان به من کمک کردن رو سعی میکنم با شما هم به اشتراک بذارم. یه اپلیکیشنی هست به نام سیتلی که خیلی از دخترها و کلا کسایی که توی ایتالیا دنبال کار بیبی‌سیتری هستن توش عضو میشن و اون سابسکریپشن ماهانه‌اش رو پرداخت میکنن. از طریق اون شما میتونید خانواده هایی رو پیدا کنید که دنبال بیبی‌سیتر میگردن و براشون پیام بفرستید. حالا یک قسمت داره که نقشه رو نشون میده، مکان خانواده ها رو نشون میده و شما میتونید حالا با توجه به شرایطی که هر کدوم از اون خانواده ها دارن و شرایط خودتون که چند روز در هفته میتونید کار کنید برای اونها پیامک بفرستید. ولی خب اینو میخوام بگم که اگه از طریق سیتلی کار بیبی‌سیتری پیدا کنید، اول اینکه باید سابسکریپشن ماهانه رو پرداخت کنید و پیام های زیادی بفرستید، یعنی انقدر پیام به افراد مختلف بفرستید بالاخره کدومشون جواب بدن. علاوه بر سیتلی، فیسبوک و یک گروه یه اپلیکیشن باز نیبر هست که تو اون عضو میشید، پروفایل میسازید و پست میذارید که میخواید دنبال کار بیبی‌سیتری یا حتی کار دیگه‌ای که خود تخصص شما هست میگردید، مثل نگهداری از حیوانات، پت سیتینگ و تدریس زبان انگلیسی. من تا توی این 3-4 ماهی که اینجا هستم میبینم که خیلی از خارجی ها و حتی خود ایتالیایی ها از این ابزارها، اپلیکیشن ها استفاده میکنن که کارهای جنرال رو پیدا کنن. ولی مهمترین نکته توی پیدا کردن کار جنرال، حالا با توجه به تجربه‌ای که من دارم، اینه که کانکشن سازی و رفتن حضوری و صحبت با آدم‌های مختلف خیلی من کمک کرد. یعنی ممکنه که خیلی از ایرانی‌ها و حتی آدمای دیگه که شما رو نمیشناسن خب طبیعیه که کمک نکنن و اگه شما درخواستی میکنید یا باشون صحبت میکنید و شرایطتون رو میگید یا اینکه دنبال میخواید که بهتون کمک کنن یا توصیه بکنن یا کسی شما رو به جای معرفی کنن، ممکنه که شما رو معرفی نکنن و حالا کمکی نکنن و همین باعث میشه که خیلی از دانشجو ایرانی و خارجی از صحبت کردن با آدم‌ها، حضوری رفتن جای مختلف و پیام دادن با آدم‌های مختلف بترسن و از خلاصه اینکه از نشنیدن میترسن. ولی من موقعی که دنبال کار میگشتم، با اینکه الان هم میگم کاری که دارم انجام میدم، بیبی‌سیتری که دارم انجام میدم 2 ساعت در روزه و خیلی زمان زیادی براش نمیذارم، در نتیجه اون پولی هم که برام دریافت میکنم خب خیلی زیاد نیستش.
ولی میخوام بگم که میخواستم بگم که از نشنیدن نترسید و صحبت کنید با آدما. بالاخره ممکنه که 100 تا جا برید و یک درخواست کار بگیرید و یکی با درخواست کار شما موافقت کنه. اون حرفی که من به خودم زدم برای اینکه بخوام با آدمای مختلف صحبت کنم و نترسم این بود که من به عنوان کسی که 10 سال توی ایران سابقه کار دارم و تو حوزه تخصصی و اون چیزی که دوست دارم کار کردم، به هر نحوی شده میخوام اینجا کار پیدا کنم و درآمد داشته باشم. پس تنها راهشم اینه که رزومه‌مو دستم بگیرم، جای مختلف برم، از تحقیر شدن نترسم، از نشنیدن نترسم. من رزومه‌مو پرینت کردم، رزومه‌مو به شیوه‌های مختلف ادیت کردم، کافه ها و رستوران ها رفتم، موقعی که کریسمس مارکت بود به غرفه‌های مختلف سر می‌زدم و باشون صحبت می‌کردم، حالا یا انگلیسی یا ایتالیایی، و میگفتم که دنبال کار می‌گردم. خب طبیعیه که خیلی ها با چشم حقارت به من نگاه کنن و بگن که پیش خودشون بگن که خب این چه مدل کار پیدا کردن. و البته توی ایتالیا هم مرسوم هستش که خیلی از افراد که دنبال کار جنرال هستن حضوری میرن به رستوران ها و کافه ها و حالا هر جایی که مغازه ها و میخوان که کار پیدا کنن. پس این چیز کاملا نرماله. ولی میخوام بگم که از این که درخواست کمک کنید، درخواست کار کنید از بقیه و سر صحبت رو با بقیه آدم ها باز کنید نترسید. حالا چه ایرانی هستن، چه ایتالیایی هستن و چه ملیت دیگه ای دارن. و سعی کنید که اگه ایتالیایی بلد نیستید، سعی کنید که همون جملات کوتاه رو که میخواید سر صحبت رو با افراد مختلف ایتالیایی باز کنید، همون رو هم به ایتالیایی بگید. یعنی خودتون رو معرفی کنید، بگید که دانشجو هستید، کجا درس میخونید، چی میخونید و دنبال کار میگردید و دارید ایتالیایی یاد میگیرید. همین چند تا جمله رو هم به ایتالیایی بگید، طرف خب ممکنه که جذب بشه، به بیشتر از شما خوشش بیاد و یک فرصتی رو به سر راه شما قرار بده. همین. میخواستم بگم که این مربوط به این بخش بود، در صحبتم ادامه داره، مربوط به همین کار پیدا کردنم بود. خب من گفتم که از یکی از آشناهایی که میشناختم که اینجا کار بیبیسیتری میکرد پیام دادم و اون قبلا بیبیسیتر بود و من رو به خانواده‌ای که دنبال بیبیسیتر میگشتن معرفی کرد. من 2 ساعت در روز بیبیسیتری میکنم، از یک پسر بچه 5 ساله مراقبت میکنم، میرم مدرسه برش میدارم و برمش خونه. خب اول بگم که اوایل که این کار رو شروع کردم، کار به شدت فکر میکردم که آسونه، ولی کار به شدت سختی بود. بعضی جاها نزدیک بود گریم بگیره، چون پسر بچه 5 ساله بی نهایت شیطونه و حتی به تک فرزند هست و مشکلاتی که باش داشتم خیلی زیاد بود. گریه میکرد، پدر مادرش رو میخواست و دوست داشت که با پدرش بره خونه. هفته‌های اول من بلا استثنا هر روز این پسر بچه گریه میکرد و یا مسئولین مدرسه مجبور میشدن که با پدرش تماس بگیرن که پدرش بیاد اونجا و خوشبختانه خانواده بسیار فهمیده و حامی بودن، یعنی متوجه بودن که خب پسرشون یکم مشکلات روحی روانی داره، منظور این که خیلی وابسته است و طول میکشه که با آدم جدید اخت بشه و خدا رو شکر یعنی مشکل این گریه کردن پسرشون رو مقصرش رو من نمیدونم. سمت من یعنی فکر نمی‌کردن که من مقصر هستم و متوجه بودن که خب پسرشون خیلی وابسته است و گریه میکنه و یعنی من واقعا شانس آوردم که این خانواده رو پیدا کردم که شرایط پسرشون رو میدونستن و یادمه که خیلی اوایل پدر این بچه از من میپرسید که به من میگفتش که بهار ممنون که صبوری به خرج میدی و صبر میکنی تا شرایط اوکی بشه. خب توی این فاصله رفتم برای خودم چای ریختم. اینم توی یکی از برنامه‌هایی که با بچه‌های دانشگاه داشتیم این رو به عنوان جایزه بهمون دادن. خب داشتم میگفتم که آره خیلی شانس آوردم که من این خانواده رو پیدا کردم و یعنی این کار رو پیدا کردم و بیبیسیتر
این خانواده شدم، چون که خانواده خیلی ساپورتیو و فهمیده هستن و با مشکلات حالا پسرشون آشنان. از اون طرفم خب میگفتم که واقعا کار بیبیسیتری کار آسونی نیستش. ممکنه که کار آسونی به نظر بیاد ولی خب سخته دیگه. شما باید صبور باشید با گریه کردن و نق زدن فرزند اون بچه را بیاید و صبر کنید تا حالا اون بچه به شما عادت کنه. من این پسری که مراقبش هستم 5 سالشه، اسمش توماسه. بعد دیگه زده حدود 5 میرم مدرسهش، بعد دیگه یکم با دوستاش بازی میکنه و بعدش هم میبرمش خونه. از ساعت 5 تا 7 هر روز درگیر هستم، یعنی میرم مدرسه باش بازی میکنیم و با دوستای دیگرش بازی میکنه، بعدش هم میریم خونه. بعد الان دیگه بعد از مدتی دیگه خانوادهش با من کاملا آشنا هستن و هر وقت هم که نیاز داشته باشن باز منو خبر میکنن. بعد یکی دیگه از تجربه های جالبی که برام پیش اومد توی این چند وقتی که ویدیو نگرفتم این بود که دوستا و اطرافیان همون پسری که توماس که میرم و مراقبش هستم دوستاش هم بیبیسیتر دارن و بیبیسیتر اونا هم خیلی خانمای خونگرمی هستن و دوستان من برخورد میکنن. یه خانمی هست که حدود 50 سالشه فکر میکنم و اونم کار بیبیسیتری انجام میده و هم فرانسه بلده، ایتالیایی و انگلیسی، و یه خانم خیلی فعالی هست و کار مختلف میکنه. من واقعا از اینکه با افراد مختلف بخوام ارتباط برقرار بگیرم، دوست بشم و ازشون چیز مختلف یاد بگیرم استقبال میکنم. این از بیبیسیتری که با عنوان این چند مدتی که من تو میلان بودم و اومدم ایتالیا و نتونسته بودم که کار پیدا کنم، واقعا دوران خیلی سختی بود برای من. از چه نظر سخت بود؟ از اینکه خب گفتم من چند سال توی تهران ایران کشور خودم سابقه کار داشتم و یک زندگی گرچه حالا با خانواده زندگی میکردم ولی خب تونسته بودم اون سطح رفاهی برای خودم رو فراهم کنم، اون چیزی که ازش راضی بودم. توی این 10 سالی که من توی ایران کار میکردم من منظورم از این که هیچ وقت به کار کارمندی راضی نشده بودم. دوست داشتم که فریلنس باشم، برای خودم کار کنم و به اون تفریحات و علاقمندی هایی که دوست دارم برسم. خب شما تصور کنید که همچین کسی که با این شرایط میاد اینجا مهاجرت میکنه، کار نداره و باید دوباره از زیر صفر شروع کنه. خب دوران خیلی سختی بود برای من واقعا، تا اینکه تونستم حالا این گرچه این کار کوچیک رو هم پیدا کنم. علاوه بر بیبیسیتری الان یه کار کپی رایتری هم انجام میدم برای شرکت ایرانی که پروژه های خارجی انجام میدن و اونم خیلی درآمد کوچیکی ولی به یورویی هست. تونستم این کارم انجام بدم با اینکه خیلی کار ثابت و کار ثابتی نیست، یعنی الان من نمیتونم کار ثابت انجام بدم و درآمدش هم خیلی زیاد نیست، ولی یعنی واقعا خوشحالم که این کار رو دارم و اون حس رضایت از خودم رو بعد از این چند ماه میتونم بگم که تجربه میکنم و نگرانی ها و استرس هایی رو که قبلا داشتم دیگه خیلی کمتر شده. این بخش مربوط به کارم بود ولی خب دوست دارم راجع به دانشگاه هم باتون صحبت کنم. خب چایمو نوش جان کردم و اومدم که ادامه صحبتامو بگم. آره داشتم میگفتم که میخوام از دانشگاهم بگم. توی این مدتی که نبودم پروژه دانشگاهیم خیلی زیاد شده بود، باید یک تریتمنت برای دانشگاه تحویل میدادیم و این پروژه 2 نفری بود. توی این تریتمنت، منظور تریتمنت پروژه‌ایه که ایده داستانی، اگر ویدیوهای قبلی من دیده باشید میدونید که دارم من توی دانشگاه کاتولیکا میلان اسکرین رایتینگ و پروداکشن میخونم که به زبان ساده تر میشه
نوشتن برای تلویزیون و سینما و صحنه، ولی درسایی که ما میخونیم به طور کلی نوشتن داستان هستش. ولی خب ما یعنی استادایی که تا الان داشتیم نوشتن برای پلتفرم‌های مختلف رو هم یاد میدادن، برای پادکست، برای مجله، برای کمیک، برای سریال و برای فیلم. و یکی از پروژه‌های مهممون هم این بود که ما یک ایده داستانی رو تو ذهنمون، یعنی ایده داستانی رو بیان کنیم 2 نفری و با یکی از همکلاسی ها هم گروه بشیم و اون رو از یک لاگلاین، یعنی یک خلاصه از داستان که حالا یک پاراگراف داره، به یک متن حدود 10 صفحه‌ای تبدیلش کنیم و تو اون متن هم از اول تا آخر فکر کنیم که پروژه ما قراره فیلم باشه، فیلم سینمایی باشه یا انیمیشن باشه و به صحنه‌های مختلف داستان رو از اول تا آخر بنویسیم در قالب یک فایل 10 صفحه‌ای و 25,000 کاراکتری. و خوشبختانه میتونم بگم که این پروژه با خوبی تحویل داده شد و ددلاینش امروز بود و حالا باید صبر کنیم ببینیم که با اون استادی که قراره رو کار ما فیدبک بده جلسه داشته باشیم و اون نظراتش رو روی کار ما بده و دیگه بقیه‌اش رو نمیدونم که قراره چه اتفاقی در انتظارمه. ولی کلا این مدت ما با استادای مختلف کلاس داشتیم، بعضیشون کارگردان بودن و بیشترش بعضیشون مدیر عامل یا CEO شرکت‌های فیلمسازی و سریال سازی ایتالیا بودن و بعضیشون نویسنده، ادیتور یا خواننده بودن در بعضی از این شرکت‌ها و کلاً برای من تجربه هیجان انگیز و جالبی بود، چون که خب من همیشه توی خونه و سریال و فیلم می‌دیدم و همیشه دوست داشتم اون فرایند پشت سریال سازی و فیلم سازی رو بدونم و الان متوجه شدم که یک دنیایی از نقش‌ها و عوامل مختلف پشت هر کدوم از این سریال ها و فیلم ها هستن و فقط هم نویسنده نیست و ممکنه که شما یک فیلم یا سریالی رو با بیشتر مواقع شما فیلم و سریال رو به خاطر بازیگرها یا کارگردان میبینید و هیچ وقت یعنی کم پیش میاد که اسم نویسنده رو بدونید و به خاطر اسم یک نویسنده یک سریال یا فیلمی رو دنبال کنید. ولی خب این قضیه برای من آزاردهنده نیستش، یعنی حالا بعضیا میگن واکنششون اینه که خب من دنبال شغلی میرم که اسم من رو بولد کنه، یعنی همه من رو بشناسن. خب این تا حدودی شاید بشه گفتش که برای همه صدق میکنه و درست هم هست، ولی اگه شما اگه حوزه نویسندگی علاقه دارید میخواید دنبالش کنید، اگه به دنبال شهرت هستید خب بالاخره و اگه دنبالش برید بالاخره یک جایی بهش میرسید، مثل خیلی از نویسنده های آمریکایی و حتی خاورمیانه‌ای، هندی که اونقدر نوشته های کتاب ها و متن هایی که نوشتن اونقدر فاخر بوده، اونقدر براش تلاش کردن که بعد از چندین سال اثرشون به شهرت رسیده و اسمشون درخشیده. ولی خب هیچ وقت هدف من تو حالا هر کاری که بوده هیچ وقت شهرت اونجوری نبوده، یعنی من هیچ وقت آدم رقابتی نبودم که بخوام با بقیه سر اون چیزی که دوست دارم رقابت کنم. خب من نویسندگی رو دوست دارم که اون رو اصولی و با توجه به حالا اون چیزایی که میخونم پیش ببرم، ولی خب دوست دارم که از این راه هم اگه بشه و بتونم در این همونطور که قبلا تو کشورم کسب درآمد کردم بتونم در دنیای بین‌المللی هم کسب درآمد کنم و حالا در کنارش ممکنه که نویسندگی تبلیغاتی رو ادامه بدم، ممکنه که برای شرکت‌های فیلمسازی و سریال سازی بنویسم. خب هیچی از آینده به طور اطمینان نمیدونم، ولی خب کلا قلم زدن و نوشتن رو حالا با اهداف مختلف دوست دارم و اگه بتونم در آینده تو همین حوزه هم کار پیدا کنم که خیلی خوشحال میشم. ولی یک اتفاق جالب دیگه هم این چند وقت افتاد، این که من تونستم
از تجربه و دانش سنگ‌نوردی خودم هم کسب درآمد کنم و یه خیلی اتفاق یهویی بود و من واقعا وقتی که همچین فرصتی برام پیش اومد خیلی هیجان زده شدم. من مدرک مربیگری تو سنگ‌نوردی ندارم، ولی 10 ساله که زیر نظر مربی تو ایران سنگ‌نوردی میکردم. سنگ‌نوردی سالن و طبیعت رو تجربه کردم، دیوار نوردی رفتم، کوههای مختلف صعود کردم و میتونم بگم که زیر نظر یکی از بهترین مربی‌های ایران من داشتم سنگ‌نوردی میکردم و خیلی هم خوشحال بودم و توی این مدت که تو ایران سنگ‌نوردی میکردم، این ورزش رو انجام میدادم، آسیب اونجوری خیلی جدی نداشتم. پس منظورم اینه که تمام اون چیزی که یاد گرفتم نکات ایمنیش رو رعایت میکردم و اگه که شما یک ذره با سنگ‌نوردی آشنایی داشته باشید میدونید که بحث ایمنی و چقدر مهمه. و خلاصه تو این همین تجربه 10 ساله خودم رو با این تجربه 10 ساله تونستم که یک نفر رو دعوت بزنم، یعنی خودش به یه نفر تجربه هم منتقل کنم و از این انتقال تجربه هم کسب درآمد کنم. حالا بهتون میگم چه جوری. خیلی جالب بود. من اگه که کانال و اینستاگرام و فیسبوک و راستک شبکه‌های اجتماعی من دنبال کنید میبینید که من سعی میکنم از سنگ‌نوردی ویدیو بذارم. خب سنگ‌نوردی یکی از ورزش مورد علاقه منه، خیلی دوستش دارم، به آرامش من کمک میکنه، به انرژی میده و اگه نباشه من جای خالی اون رو توی زندگیم احساس میکنم، یعنی حس میکنم یه چیزی کمه. خب این مدت من توی میلان به دلیل اینکه یک ورزش یکی از گرونترین ورزش ها هست، من نتونسته بودم که خیلی خوب و منظم اونجوری که دوست دارم این ورزش رو تجربه کنم. خیلی اتفاقیه که یکی از کسایی که تو ایتالیا زندگی میکرد به من پیام داد و گفتش که من ویدیوهای شما رو دیدم، میخوام سنگ‌نوردی کنم ولی نمیدونم باید چیکار کنم. منم توضیح دادم بهش و بهش گفتم که اگه دوست داری میتونیم با هم سنگ‌نوردی کنیم، بهت یاد بدم و دعوتش کردم که یک روز بیاد باشگاهی که میخواستم برم و اونم اومد و من تونستم که اون جلسه ای که بر من یک جوری امتحان بود، چون که بدون حضور مربیم و زیر نگاه های کسایی که من داشتن نگاه میکردن گره حمایت رو برای خودم بزنم و برای فرد مقابل که میخواد صعود کنه بزنم و اون نکته هایی که تا الان یاد گرفته بودم رو تونستم بدون نگران بودم، استرس داشتم، با اعتماد به نفس به اطرافیان و کسای علاقه‌مندان منتقلش کنم. و اگه یک کوچولو با من آشنا باشید میدونید که من توی این موقعیت هایی که میخوام حالا دانش و تجربه خودم رو به کسی منتقل کنم واقعا از خیلی کمالگرام، یعنی توی این بحث، توی قضیه، چون همیشه میترسم که یک گوشه کار اشتباه بشه یا یه چیزی رو اشتباه به طرف مقابلم بگم و باعث بشه که اون طرف مقابل اشتباه یاد بگیره یا اینکه دچار آسیب بشه. مخصوصا تو سنگ‌نوردی اگه که یک نکته رو اشتباه بگید یا یک گره رو اشتباه بزنید ممکنه که دچار طرف مقابلی که داره ورزش رو یاد میگیره یک اتفاقی براش بیفته و به طور کل از اون ورزش زده بشه. من تو این چند سالی که سنگ‌نوردی می‌کردم و خب کلاس‌های کوهنوردی و سنگ‌نوردی رو هم می‌رفتم، همیشه به خودم میگفتم که خب من شاید هیچ وقت نتونم مربی سنگ‌نوردی و کوهنوردی بشم، چون از این قضیه که نوع تدریس و یاد دادن من باعث آسیب به کسی بشه میترسم. ولی خب این جلسه‌ای که داشتم و این تجربه برای من اینجوری بود که پس تو میتونی بهاره و میتونی که این تجربه‌ای که داری رو توی حالا سنگ‌نوردی به بقیه هم منتقل کنی و میتونی که اون اعتماد منظورم تو اون موقعیتی که قرار گرفتم باعث شد که به من اعتماد به نفس بده که میتونم این کار رو انجام بدم و بهشم در آینده فکر کنم که شاید بتونم از این راه در ایتالیا حالا یا کشور خودم یا بعداً تو هر جای دیگه دنیا کسب درآمد کنم. و واقعا یک اتفاق خیلی هیجان انگیز و خوشحال کننده بود بر من. خب دیگه نمیخوام که سرتون رو درد بیارم. من از این فرصت کوتاه که تو خونه داشتم و نور خیلی خوبی هم در اتاق بود
استفاده کردم و ویدیو گرفتم. امیدوارم که بازم بتونم براتون ویدیو بگیرم و بذارم، چون که ویدیو گذاشتن در یوتیوب خودتونم که میدونید یکی از عوامل کسب درآمد هستش و اگه که این ویدیو رو دوست دارید بیشتر با حالا ایتالیا، مشکلاتش، سرنوردی و هر چیزی که مربوط به این کانال میشه بهش علاقه‌مند هستید و دوست دارید بیشتر بدونید، خوشحال میشم که سابسکرایب کنید و لایک هم بکنید. همین دیگه. امیدوارم که بازم بتونم ویدیو براتون بگیرم و میبینمتون ویدیو بعدی. خدافظ.